ایالات متحده بار دیگر به یک کشتی ونزوئلایی در آبهای بین‌المللی حمله کرده و باعث کشته شدن اعضای خدمه و برانگیخته شدن خشم عمومی شده است. آمریکا همکنون نیروهای عظیم خود را در نزدیکی آبهای ونزوئلا مستقر کرده و هر دو کشور در آستانه جنگ قرار دارند. ده‌هاست که روابط واشنگتن و کاراکاس خصمانه بوده است. آمریکا تحریم‌های سختی علیه ونزوئلا وضع کرده و رهبران آن را به فساد و قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند، در حالی که ونزوئلا آمریکا را به تلاش برای سرنگونی دولتش و تصرف بزرگترین ذخایر نفتی جهان متهم می‌سازد. بله، ونزوئلا بزرگترین ذخایر اثبات شده نفتی روی کره زمین را در اختیار دارد، اما مردم آن همچنان از فقر و گرسنگی رنج می‌برند که عمدتاً به دلیل تحریم‌های فلج کننده آمریکاست. با این وجود برخی کشورها به طور پنهانی نفت ونزوئلا را خریداری می‌کنند، از جمله چین، هند، روسیه و حتی چند کشور آمریکای شمالی. امروز چین سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در تولید نفت ونزوئلا آغاز کرده است، اقدامی که آمریکا آن را چالشی مستقیم علیه تحریم‌های خود می‌بیند. تنش‌ها زمانی به اوج رسید که آمریکا جایزه حیرت‌آور به ارزش 50 میلیون دلار برای دستگیری رئیس جمهور نیکولاس مادورو اعلام کرد. در مقابل، ونزوئلا ارتش خود را در نزدیکی مرز بسیج کرده و آماده مقابله با هر گونه اقدام احتمالی آمریکاست.